بود مردی کدخدا او را زنی، سخت طناز و پلید و رهزنی. هر چه آوردی تلف کردیش زن، مرد مضطر بود اندر تن زدن. بهر مهمان گوشت آورد آن معیل، سوی خانه با 200 جهد طویل. زن بخوردش با کباب و با شراب، مرد آمد گفت دفع ناصواب. مرد گفتش گوشت کو مهمان رسید، پیش مهمان لوت می باید کشید. گفت زن این گربه خورد آن گوشت را، گوشت دیگر خر اگر باشد هلا. گفتی ایبک ترازو را بیار، گربه را من برکشم اندر عیار. برکشیدش بود گربه نیم من، پس بگفت آن مرد کای محتال زن. گوشت نیم من بود و افزون 1 ستیر، هست گربه نیم من هم ای ستیر. این اگر گربه است پس آن گوشت کو، ور بود این گوشت گربه کو. بجو.